مردم ما گرفتار شرک هستند، خودشون متوجه نیستند. بعضی وقتا میگویند که این اسمها را ذکر کنید، تو اینها برکت است، تو اینها خیر هست. اسامی هستند که این اسامی اصلا مفهوم هم نیستند، اسامی جنات، اسامی ارواح خبیثه. بعضی وقتا بعضی ملاهای بی سواد می نویسن روی کاغذهایی یا رفتمایل یا دردمایل یا فلان، هیچ معلوم نیست چی معنیشون چی هست، اسامی عجمی هستند. بعضی وقتا به مردم میگن شما اینها را ورد کنید. کسی گفت که جوانی گفته من رفتم جایی مرید شدم و مشکل اعصاب داشتم، ناراحتی اعصاب داشتم. به من گفتند که اگر میخوای مشکل اعصابت حل بشه، هر وقتی که ناراحت میشه اسم پیر را ورد کن، همین را به نام ببر، فلان فلانی، اسم اون را ورد کن، ذکر کن، مشکلت و ناراحتی اعصابت رفع میشه، برطرف میشه. العیاذ بالله. این شرک زبانی هست، شرک لسانی هست. ما باید فقط نام الله عزوجل را ورد کنیم، اون چیزی که در سنت آمده، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله. حتی نام بهترین افرادی که ما اونها را دوست داریم نمیتونیم ما نام اونها را ورد کنیم. نامی رسول الله را در کلمه طیبه میگوییم، لا اله الا الله محمد رسول الله، ولی در تسبیح ورد نمی کنیم محمد محمد محمد. این جایز نیست. ذکر باید ذکر فقط خدا باشه، نه غیر خدا. اینها می گفتند که ما وقتی که نام اونها را ورد می کنیم در زندگی ما آثاری هست، برکاتی هست. خدای تعالی جواب میده اگر نام اونها میتونست شما را نجات بده، شما که برای اونها قربانی دادید، شما برای اونها نظر و نیاز دادید، اونها چرا نتونستند در گذشته نجات بدند عابدین خودشون را، کسانی که اونها را فریاد میزدند؟ این تمام حرفای بیهوده هست، اینا اساسی نداره، اینا ثبوتی نداره، اینا هیچ قدرتی ندارند.